به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیرانی عزیز، امروز خواستم یک صحبت کوتاه با مردم عزیز در موضوع شرکت خودم در انجمن ششمی وکیلان مردمی روسیه این صحبت را داشته باشم و با یک دو سوال مهم جواب بدهم که برای چی ما در کارهای این یا در فعالیت این انجمن وکیلان مردمی روسیه در خارج شرکت کردیم و چرا محض از بین این چندین گروه ها و نیروهای اپوزیسیونی روسیه بیشتر با این گروه ما ارتباط بیشتر داریم، نه با گروه های دیگر مثل مثلا خودرکوفسکی، کاسپاروف یا فوندی نوالنی یا چندین گروه های دیگری هست در میدان سیاست روسیه. و دوستان گرامی، باید پیش از همه گفت که برای چی ما تصمیم گرفتیم که در این لحظه، در این مرحله مبارزه در پهلوی نیروهای اپوزیسیونی و نیروهای آزادیخواه روسیه باشیم. بعضی از همدیاران، بعضی از دوستان و حتی بعضی از همکاران ما در پیمان ملی تاجیکستان، در نهضت اسلامی تاجیکستان یا در عموم در جبهه مبارزه و مقاومت از ما این سوال را میکنن که آیا لازم بود برای مخالفین تاجیک، بخصوص برای پیمان ملی تاجیکستان، در چنین شب و روز یک موقع بسیار آشکار بگیرد، در صورتی که این میتواند به رهبریت روسیه یا به رهبریت کشورهای دیگر چندان مقبول نباشد و حتی میتوانند رهبریت مخالفین تاجیک را، پیمان ملی تاجیکستان را متهم به آن کنند که ما با کشورهای غربی، با جبهه غربی بیشتر همکاری داریم. ببینید دوستان عزیز، پیمان ملی تاجیکستان جزئی ملت تاجیک است. ما نمیتوانیم منفیت های ما، سیاست های ما جدا از منفیت های مردم تاجیک و کشور عزیزمون تاجیکستان باشد. و این ما نیستیم که در اینجا باید، یعنی ما انتخابی زیاد نداریم. اگر به عباره دیگر بگم، نه تنها اپوزیسیون تاجیک بلکه تمام اپوزیسیون در دنیا چندان انتخابی زیاد ندارند و ما نه حکومت هستیم، نه یگان سازمان منطقوی و بین المللی هستیم که برخوردار از امکانیت ها یا از شرایط معیار بین نیروهای جهانی، قدرت های جهانی باشیم. بعضا می شود که انسان و یک نیروی سیاسی در حالت قرار بگیرد که بین بد و بدتر یک را انتخاب کند. این انتخاب ما نبود. اگر انتخاب ما می بود، انتخاب واقعی ما می بود، ما اصلا نه تنها با روسیه، باید با یگان کشور منطقه وارد برخورد و مناسبت های بد نشویم. اما چیکار باید کرد که وقتی که طرف دیگر، برای مثال اون کشور، حالا که ما درباره روسیه صحبت کرده ایستادیم، می آید به طور آشکار موقعش را نسبت تاجیکستان، مردمی تاجیک، ملت تاجیک، حکومت تاجیکستان و اپوزیسیون تاجیکستان معین میکند. یگان جای سوال، یگان جای دخورگی باقی نمیموند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو، پیمان ملی تاجیکستان رو و دیگر حزب و حرکت‌های آزادیخواه و مبارز را هم شامل روی خط سازمان‌های تروریستی میکند، هم تمام فعالان این سازمان‌ها را در روسیه حبس میکند، میسپارد به حکومت تاجیکستان یا دیپورت میکند یا در خود همون روسیه زندانی میکند و با تمام امکاناتش در پهلوی حکومت دیکتاتوری و حکومتی که این ملت تاجیک در داخل از دست و عذاب میکشد و یک قسم دیگری ملت از دست این حکومت فراری، گریزه، مهاجر گشته است. وقتی که روسیه می آید، یا روسیه هم نباشد، هر کشور دیگر می آید، موقع آشکاری خود را می گیرد، اعلان می کند و یک عده از هموطنان بازم منتظرند و میگن که خب پیمان ملی تاجیکستان یا نهضت اسلامی تاجیکستان نمی بایست در چنین شرایط در پهلوی اوکراین قرار بگیرد یا با مخالفین روسیه همکاری کند. من سوالم این است که آیا یگان راه دیگر خود روسیه، حکومت تاجیکستان برای اپوزیسیون تاجیک، برای مردم تاجیک، ملت تاجیک باقی گذاشته است؟ یعنی هنوزم ما فقط به خاطر آن که مردم تاجیک در روسیه مهنت حلال، با مهنت حلال خودش قوت لایمود پیدا میکند، ما این را قدر میکنیم، این را میدانیم، اما میبینیم که چگونه
وضعیت دارن مهاجرین ما در روسیه، در بازداشتگاه ها، در جنگل ها، در پدول ها، در اداره های پلیس، چه مناسبتی با تاجیکان است. و همه این را دیده هم میدانند که روسیه به یک کشور مستقل به اوکراین هجوم کرد، 4 ولایتش را غصب کرده است، زیر همون افسانه های بافته که 40-50 سال پیش به افغانستان شوروی هجوم کرد که اگر ما وارد نمی شدیم امریکا وارد می شد. و تا امروز افغانستان از این مصیبت خلاص نمی شود، فقط به خاطر آنکه شوروی وارد شد، حکومت قانونی آن را و نه یک پرزیدنت را، چند پرزیدنت را از بین برد و آخران پرزیدنتی که حفیظ الله امین را سپسنز گروی روسیه از بین برد. خب پس بعد این همه باز هم بعضی از هموطنان انتظار دارند، منتظرند که یعنی نباید علیه روسیه هیچ حرفی گفت. نه، مطمئن باشد ما نه اینکه خواهش نداریم که علیه روسیه، بلکه علیه هیچ کشور یا هیچ حکومت سیاست اپوزیسیونی داشته باشیم. برای ما کافی است که علیه همون دیکتاتوری خود، علیه ظالمان در تاجیکستان مبارزه میبریم. اما وقتی که یک حکومت میآید به طور آشکار علیه ما جنگ اعلان میکند، نابود میکند، زندان میکند، شامل لیست تروریستی میکند و خودی ما در یک حالت قرار میگیریم که باید در بین این بد و بدتر یکی را انتخاب کرد، دیگه طبیعی است که یک حرکت، یک نیرو با نظرداشت منفعت‌های خود، منفعت‌های ملت و دولت خود و بخصوص با نظرداشت آنکه دیگر تمام مرزها علیه ما گذشته شد، زندانی کردن، دپورت کردن، شامل همه روی خطا کردن، باز هم مردم توقع دارن، انتظاری دارن که نه، هنوز هم اون طرف تمام کار را نکرده است، ما باید منتظر باشیم. یعنی چی مونده است دیگر غیر از اینکه کشته شوند، یعنی بیایند عملیات تروریستی انجام بدهند، بکشند، که این کار هم کرده ایستادن. یعنی باز هم بعضی تلاش میکنن که در رفتار ما، در موقع گیری ما یک کمی شتاب زدگی را پیدا کنند. من کاملا مخالف این گونه سیاست های، یعنی این هست که ما یک عمر تا آخر حیات باید که در نقش مظلوم و جبر دیده و یعنی قربانی قرار بگیریم. نه، ما باید بالاخره وقتی که طرف مرزها را میگذارد، سیاست خود را معین میکند، دیگر خودش جوابگر است. ما همچون جزی از ملت تاجیک باید که اثبات کنیم، به دیگران برسانیم که نه به اون حدی هستیم که هر کس هر چی سیاست میخواهد نسبت ما انتخاب کند. فقط این ما نیستیم که جواب میگیم، ما در موقع یا در حالت نیستیم که باید به آنها جواب بگیم. این فقط به یک روسیه هم ربط ندارد، این باید موقع ما نسبت همه کشورها باشد. یعنی هر کشوری که میخواهد موقع خود را نسبت ما معین کند و هر چه دلش میخواهد، هر موقعی که مطابق با منفعت‌های خودش هست او اتخاذ کند. فقط این ما هستیم که باید همیشه منتظر باشیم که کی باز اونها یک نیم تبسمی به طرف اپوزیسیون تاجیک یا به طرف ملت تاجیک، مهاجرین تاجیک میکرده باشند. نه، ما باید موقع بسیار روشن داشته باشیم. علیه یگان کشور، یگان سازمان بین المللی نیستیم و نخواهیم بود. اما اگر هر کشوری، هر حکومت علیه ما، علیه مردم تاجیک، نیروهای مبارز، مهاجرین ما سیاست معینی را انتخاب کرد، باید بداند که ملت تاجیک و نمایندگان ملت تاجیک در خارج، در داخل، که پیمان ملی تاجیکستان هم جزئی از این ملت است و خود را نماینده بخش از ملت میداند، اونها دیگر حق دارند و میتوانند که موقع مشخص خود را نسبت این گونه کشورها و این گونه حکومت‌ها بگیرند. این یک نکته. و بنابر همین من فکر میکنم که در اینجا پیمان ملی تاجیکستان بعد این همه برکشیدن و تحلیل ها، ما به خلاصه آمدیم که دیگر استفاده از سیاست از حد احتیاطکارانه نسبت حکومت هایی که نسبت ما موقع آشکار میگیرند، در پهلوی امام علی رحمان قرار میگیرند، باید که خیلی هم واضح روشن باشد و این پیام رو باید به همگان داد. نکته دیگه که چرا از بین این همه نیروهای اپوزیسیونی روسیه محض با همین گروهی که الان ما مهمانی آنها هستیم در شهر وارشاوا، با اینها همکاری بیشتر داریم.
در اینجا هم مسئله خیلی روشن است دوستان گرامی. این گروه بخصوص گروهی که در تحت پرچم سیزد وکیلان مردمی روسیه جمع شدند و این سیزد ششمشون است. من در یک چند سیزد دیگرشون هم شرکت و سخنرانی داشتم. اینا یگانه گروهی هست که نسبت به دیگر گروه های اپوزیسیونی روسیه یک کم و بیش موقع روشن‌تر درباره آسیای مرکزی، قفقاز و عموما جمهوری مسلمانی دارند. ما به معنی آن نیست که با دیگر سازمان‌های اپوزیسیونی روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی همکاری نمی‌کنیم. ما تلاش‌های خود را خواهیم کرد. رابطه‌ها اگر چندان قوی هم نباشد با همه گروه‌های اپوزیسیونی روسیه هست. اما این گروهی که الان هست، بله اینها یک گروه یکسان نیستند، عبارت از جهانبینی از قشرهای گوناگونی روسیه هستند، اما بالاخره اینها قبول کردند و ما توانستیم با آنها این فکر و این اندیشه را بقبولانیم که در آینده روسیه دیگر نمیتواند مثل سالهای گذشته از موقع برادری بزرگ نسبت تاجیکستان، کشور آسیای مرکزی و جمهوری قفقاز مناسبت کند. این یک تنها موقع ما تاجیکان یا پیمان ملی نیست در صحبت با اینها، بلکه موقع دست جمعی تمام مهمانان و حزب و حرکت هایی که از آسیای مرکزی و قفقاز شرکت میکنند موقع دست جمعی هست که باید روسیه اون سیاست چند صد سال آخری خودش را که همیشه با کشورهای یا با مردم و ملت‌های منطقه از نگاهی بلند رفتار میکرد. فرق نداشت اون روسیه پادشاهی بود، روسیه بلشویکی و حالا روسیه که تحت رهبری پوتین هست، همیشه یک مناسبتی از بالا دارد که حتی داد امامعلی رحمان هم برآمد و در یکی از نشست‌ها با پوتین این را گفت، یعنی خودش هم که دست نشان داده کرملین هست باز هم از این سیاست‌ها ناراحت است. چه رسد با ماها که هم طول این 200-300 سال اجداد ما، باباهای ما، گذشتهان ما دپورت شدند، ویسیلکه شدند، در سیبیر کشته شدند، یک قسمش دیگر تحت مبارزه با باسماچیزم مجبور به ترک وطن شدند و تا امروز این سیاست ها در قفقاز و در آسیای مرکزی دوام دارد. از این به بعد در روسیه هر نیروی که سر قدرت می آید باید از حالا بداند که دیگر نمیتواند مثل پیشینه مسکو سیاست های خودش را از بالا همچون با امر و فرمان انجام بدهد. این کار میتوانست نسبت امامعلی رحمان شود، نسبت دیگر رهبران و پرزیدنت های شود که تا امروز ادامه دارد، اما در آینده باید این سیاست تغییر کند و ما این پیام ها را در این نشست ها، در این صحبت ها گفته ایستادیم و از همه مهمش این است که اینها قبول دارند. شاید سوال با وجود بیاد که مگر این نمیشه که الان که نیاز به ما دارند، به همکاری دارند، قبول میکنند، بعد که به قدرت رسیدن اینها سیاست های دیگر رو پیش خواهند کرد؟ احتمال دارد، همه چی شدن ممکن، اما ما باید هم حالا آماده شویم، این حرفا رو آشکار بگیم و در آینده هم اجازت ندهیم و آمادگی داشته باشیم از باب احتیاط که تا حد ملت ما، کشورهای ما مستحکم باشد، قوی باشد، متحد باشد در داخل که دیگر هیچ کس نتواند سیاست های خود را بالای ما تحمیل کند. فرق ندارد این مسکو است یا پکین هست، انقره است، تهران است، واشنگتن است، هیچ فرقی نمی کند. بنابراین این موقع بسیار روشن و واضح ما هست و ما نیاز داریم که در همکاری باشیم با اینها و از همه مهمش ما میخواهیم نمیخواهیم در آینده باید با این کشورها در چارچوب سازمان های مثل ODKB، شانگهای، OBSE، آن همکاری کنیم. ما نمیتونیم با همسایه خود مثل افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه، خیتای همکاری نداشته باشیم. اما سنگ اون همکاری های آینده رو باید امروز گذاشت. سنگ اول رو از اول باید این خیلی واضح، روشن و مستحکم باشد. ما هیچ نیت دشمنی با هیچ ملت، با هیچ کشور همسایه نداریم، اما اجازت هم نخواهیم داد که دیگران در آینده بتوانند به مثل که بالای رحمان سیاست های خود را تحمیل میکنند بالای ملت تاجیک، حکومت های آینده در تاجیکستان این سیاست ها را تحمیل کنند. بنابر همین همدیاران عزیز، من حالا میخواستم در اینجا شرح بدیم که برای چی در اینجا هستیم، در این انجمن و در چهاربین های دیگر هم اشتراک خواهیم کرد. برای چی ما با وجود این همه
اشاره ها و توصیه ها که نباید در هم با اپوزیسیون روسیه همکاری کرد، نباید یعنی این کشورها را علیه خود شوراند. بله 100% من راضی هستم نباید هیچ کس را شوراند، اما این هم نیست که طرف دیگر بیاد با شما جنگ اعلان کند، موقع آشکار بگیرد و شما همیشه در یک موقع قربانی ابدی باقی بمانید و هیچ عکس العملی از خود نشان ندهید. این دیگر فکر میکنم که زمانی اون این گونه سیاست ها گذشته است. ملت تاجیک، مردم تاجیک باید در آینده با یک اقتدار، با یک توانمندی، با صدای قویتر موقع خود را بگوید و پیمان ملی تاجیکستان هم در آینده انشاءالله همین گونه رفتار خواهد کرد. خداوند نگهبان یک و یک شما باشد.